به این ویدیو. بچه امروز اومدیم با بازی گاراژ منی اکشن با آپدیت جدید خوبش، با آپدیت جدید بزرگش. بریم واسه معرفی کل ماشینی که به این نسخه اضافه شده. این ماشین ساده خود بازیه. خب این ماشین برسه با قدرتی بسیار بالا و با شتاب بالا. اینم بی ام بس با قدرت شتاب خوبی و اسپورت خوشگلی. این هم همین ماشین قدیمی هاست ولی اینا اوراقی و اسقاط پیدا میشه. این میرسیم به ماشین جذاب من به اسم فلوکس قورباغه‌ای، یعنی فلوکس چی میگم، فلوکس قورباغه‌ای. این ماشین میبینید بچه‌ها با موتور کم لیتری و سرعت بسیار کمی به بازار اومد. و میرسیم به سراغ این ماشین. اسمشو نمیدونم، این ماشین بعدی اینم نمیدونم. و این بچه ها این ماشین لاین درایوه. اکثرا همه یوتیوبرها این ماشین رو میارن تو بازیشون. اینم همون ماشین، نمیدونم چرا این اومده اینجا. میرسیم به این ماشین جذاب آمریکایی. اینا تو همین آپدیت بزرگ به بازی اضافه شده. این ماشین رو شما بخواید خریداری کنید، در تو دست معاملات به وجود میاد و تو اوراقی پیدا میشه. این ماشین میرسیم سراغ پورشه. یه ماشین جذاب، فقط تو بندر پیدا میشه این ماشین ها. اونم به قیمت ماشین دست دوم و کرکسی. بر گول مرحله آخر کادیلاک. میریم کجا پیدا میشه؟ تو دست و تو اوراقی. این ماشین ها رو بچه ها اگر تونستید برسونید به آخرش تو لول 25ش میاد فکر کنم. آره تو لول 25ش میاد. تو لول 25 اومد. لطفا اگر ماشین رو دیدید سالمه اشکالی نداره، حتی موتورش فقط زنگ زده نباشه، همه قطعهاش مثلا یه ورودی ماشین باشه همونجوری. اگر بچه ها این ماشین اینجوری بود لطفا بخرید، خریداری کنید این ماشین، بعدش اسپورتش کنید، بذارید کلکسیونی. اکثرا بچه ها سوال پرسیده بودن این ماشین چیه؟ این بچه ها این نه پیکانه نه چیزی، این یه ماشین ترکیه‌ایه که تو ایران هم قرار بود بیاد که نیومد متاسفانه. این ماشین کوچیک و جمع جویه، الهام گرفته شده از پیکان چراغ بنزی. چقدر زیباه. و همین جیپ ها. مرسی که بچه ها این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بی زحمت لایک کنید، کانال من رو دنبال کنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.